من رکورد امینم سال 2018 شکستم. حالا همین من تو اکسپلورر دیدم، فکر کنم من فالو کردم مثلا، من تو اکسپلورر دیدم. دمت گرم. آره دمت گرم. ولی داداش یه سوالی من ازت دارم، تو که انگلیسی انقدر خفنه، الان تو چیکار میکنی؟ الان اینایی که تو ایران هستن میگن آجی نمیشه اینجا یاد گرفت. من به جدی دارم، تو داداش تو میدونی که انگلیسی که تو مدلی که میخونی، میدونی خود آمریکاییش من فکر نکنم میگه نیم خطشو بتونه اصلا انگلیسی انقدر سریع بخونه. میگم تو هر سنی میشه یاد گرفت به نظر حتی تو ایران یا نه؟ 100%. تو هر سنی، تو 35 36 40 تو هر سنی دوست داشته باشی میتونی. 36 که منم، تو ما رو کردی پیرمرد برادر. بخن شیرمرد، آفرین. تو هر سنی ببین آمین، الان درآمدی هم داری از همین این یا نه؟ از این رپ خوندتون؟ سخته، خیلی سخته. باید ویزا کارت داشته باشی، باید پلتفرماتو وصل به ویزا کارتت کنی، مستر کارتت. الان یه شغل دیگه، الان شغل چیز دیگه است. الان آره شغلم، حالا یه کارهایی داریم میکنیم اینجا فعلا، ولی از موزیک خیلی کمه. یه دونه آرمین حال داری یه دونه بخونی؟ خیلی از دوستای من که اینجا شاید اصلا ندیده باشن، شاید الان دیدنه. من میگم میخونی، من داداش یه چیزی بگم. تو میدونی که من با مردم رفیق فابریکیم دیگه، نزدیکیم به هم خیلی. آره من همینجوری، من میدونی ریکوست خوب میدم، هم آدمای باحال، ولی برای من همیشه جای سوال بود که تو چجوری تو ایران انگلیسی تونستی؟ آقا همچین چیزی اصلا ایمپاسیبل اصلا، من نمیدونم تو چجوری این کاری کردی. دقیقاً خیلی سخته. من 10 سال زحمت کشیدم آیسان. من زبان مادریم ترکیه، فارسی رو خیلی سخت دارم صحبت میکنم، بعد انگلیسی یاد گرفتم من فارسی رو در این حد. آمین حال داری خیلی زمان من یه کوچولو براشون بیاد ببینم؟ آره یه دونه بیادم. آقا گوش کنیم ببین چقدر سریع میخونه حاجی، گوش کن. We say something switch the fucking hiccups, jump, pick it up, if you jump, get no stump, but be stress. If it is just pump and stick, was ever get fuck nothing disgusted about it first box, and I for the luck, for the sick, fuck, for the bishop, because it makes a fuck, a disruption, and negative stuff. When I've kind, when I grant down, but again, if you from the gun for now, some of you mind, if you get a gun for some hot crumbs, but them is fine. Funny day, don't, but take the time for the say, he went up and said, I'm going to play, don't fade, don't ask Julie the table. دمت گرم، براو داداش، دمت گرم. یه چیزی هست، همه میگن که این امکان نداره تو این کارو بتونی بکنی. یه جمله میگم، یه چیزی بگم باورت میشه؟ یه چیزی بگم باورت میشه؟ ببخشید حرفتو قطع کردم. من تو اگه نمیخوندی اصلا همش تو وقتی میخوندی داشتم دستاتو نگاه میکردم ببینم فیلم رو دورتون میانن. حاجی پشمام ریخت برو، پشمام ریخت برو. good job man. Wow. One more. یه جمله میگم، همه میگن این impossible, extremely impossible. Bubbling up with it because the nigga be gassing. Bubbling up with it because the nigga be gassing. Bubbling with it because the nigga be gassing. Bubbling with it because the nigga be gas. Bubbling with it because the nigga bubbling with it because the nigga bubbling with it because the nigga be gas. Bubbling with it because the nigga be gassing. حاجی یه کاری بکن، این تالنت نذارد بین بره. گوش کن حرف منو. لاک شدیم تو ایران. آرمین برو دنبال یه چیزای درست حسابی. من تا جایی که دستم بر بیاد، اگه قدیم دهن منو نگاد، پول از من نگیره، کمکت میکنم حاجی. پولدار شدی بعد پولای منو من برگردی. ببین برادر، listen to me بابا، این یه چیز گوش کن بابا. من میتونم فلبداهه فقط حرف بزنم، حالا نه چیز درست یا غلط. خب ببین چقدر رفیق دارم، تو باید این استفاده کنی برادر. ملت نمیتونه یه کلمه حرف بزنن. یادت نره اینو از دست ندی. اونجوری کشور نمیدونم فلان شد بلان شد. کسی بهت بگم آرمین جان، این یک من توشون دوستای تو هم هستم، من آدم بددهنی، یه دونه جمله رو فقط سانسور، کسی تخمش هم نیست از بدبختی تو، از خوشبختی تو، ولی اینو از دست نده داداش من. اینو فقط بگم. آره I'll text you later. آره تو دایرکت شماره هم برات میذارم. آره دمت گرم آیسا، مواظب خودت باش. خیلی خوشحال شدم داداش، دمت گرم. پسر دلسفیدی هستی، قلبت همینجوری ترتمیز نگه داره، کلید کارتونه. قلبت کثیف بشه سرعتت میاد پایین داداش، یادت نره. دمت گرم. 8 سال پیش بود اولین تایم فالوت کردم. 8 ماه پیش، ببخشید سال گفتم. بعد اون تایم فکر کنم 600 یا 500 تا بودی. بعد
و این خیلی خوب داره، دل پاکی داره، این مسیری که داره میره خیلی درسته، خیلی خوبه این مرد، این میرسه اون چیزی که میخواد، ذهنش خیلی استیبله. نه آدم بعد رسیدید، آجی، خیلی خوشحالم من. آرمین من آدم بسیار درستی ام آجی، یعنی ذره کسبازی تو سیستم من نیست اصلا. از چه شد مشخصه آیسان. آرمین من اصلا دیگه خسته شدم آجی از لایو و پای و اینا. آقا تو قلب من برادر شماره رو برات میذارم. خب عشق من، آره عشق من. قربونت. آقا من دارم میرم دیگه، خسته شدم. آقا آی لاو یو همتون. چی بودین؟ چی شد؟ من میگم رکس وایت موتور وایس گو بگی کار کس سلام بگید بابا کسکش. چجوری من این رپ میکنم؟ وای این رپرها خدایی با یه دونه فیت بدیم وسط بیاد به خار خارجی ها رو میگه چی؟ به ناموسم قسم امینه مگه اینو بشنوه اسال میشه، میگه اینا کجا اومدن. آفرین خدایی بهش. دم شما مردم با وجود گرم که انرژی براش میفرستین. خدایی میگم جوونن دیگه. آمریکا بود 1000 تا ولشون. آقا قربون دیگه، تو قلب من هر سانده دیگه میام همینجوری 20 دقیقه با هم حال می‌کنم. هر سانده یکی میارم بالا، یه تالنتی داره. آقا از این به بعد به جان قدیر هر سانده اگه حالم خوب باشه یکی که یه کار خفنی برادر رو میارم بالا ببینین حال بده. این باحال بود الان دیگه. آجی پشمای همه ریخت، واقعا ریخت. آره شما برید من پشماشما رو جمع کنم. هر جا میخوام برم استوری میذارم. شما رو دوست دارم آقا، تو قلب منین. به جان پدرم به ابوالفضل قسم جز صداقت و وفاداری و برادری هیچ چیز بین من با شما نیست. خیلی مخلصتم، قربانت و نوکرتم. سیکیر کسکش.